محصولات پوستی که من دیگه نمیخرمشون چیان؟ یکیش اینه، اصلا خیلی بد بود. این ضد آفتاب سوپر گوپو من چند بار ازش استفاده کردم ولی این الان سمپلشه، ولی دیگه ازش نمیخرم چون تکسچرشو حالا بعدا توی ویدیوهای دیگه بهتون نشون میدم. این سرم بیوتی پای، سرمش خوبه، یه ذره توش فرگرنس داره، عطر داره، پرفیوم داره، به خاطر همین اینم دیگه نمیخرم. یه ذره احساس میکنم صورتم بهش ریاکشن میده. سری جوشه میگن بزن که SOS هستش، یعنی که سری جوشو، به خاطر همین اینو من خیلی کارای چیزی ازش ندیدم، واقعیتش دیگه نمیخرم. این که خیلی معروفه، فکر کنم تقریبا خیلی استفادهش کردن، خوبه میزنم ولی تأثیری، برند کره‌ای هم هست ولی تأثیری ازش ندیدم، یعنی دیگه نمیخرمش. این یه جوریه که همه میگن وای این عالی، این خوبه، ولی برای من نه، برای من این نه. اینم نمیخرم. ببین کش میاد. اینم نه، دیگه نمیخرمش. اینم نمیخرم، مزهش خوب نیست. اینا محصولای یه چیز دیگه هم نمیخرم، اینه لانش. اینم خیلی معروفه ولی کرم خوبیه ها، مال لبه. خب کرم خوبیه ولی اینو من نمیخرم. اولا که دوست ندارم اینجوری باید انگشتتو بکنی توش، بعد کرمای بهتر از این و ارزون تر از این زیاده. این فکر کنم $25 یه همچین حدودی بود قیمتش. اینم نه برای من.